دریاچه ارومیه فقط یه پهنه آبی نبود، یک برند ملی برای ایران بود. سالها تو کشورهای دیگه به دریای مرده ایران شناخته میشد، چون دومین دریاچه شور روی زمین که توی نقشه‌های جهانی همیشه اسمش رو مینوشتن، جایی که گردشگرها برای شناور شدن روی آب شورش می اومدن، برای درمان بیماری‌های پوستی، برای دیدن فلامینگوهایی که مهاجرت می‌کردن. اما امروز چیزی که ازش مونده تصویر یک بحران زیست محیطیه. جایی که میتونست یک دارایی برند ملی باشه، حالا به یک نقطه ضعف تبدیل شده. این فقط داستان پایان یک دریاچه نیست، این درس همه ماست، چه برای یک کشور چه برای یک برند. وقتی به دارایی‌هات بی‌توجهی کنی، یک روزی بیدار میشی و می‌بینی چیزی که میتونست نقطه تمایزت باشه به نقطه سقوط تبدیل شده.